سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است و ای جان صابری است که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. خمر می نمتیجی شرابونه بیگندی. شاعر از این آهنگ عبدالباری جهانی است و در قسمت کمپوزیشنش ما معلومات ندارم که از کی است، ولی کمپوزیشن بسیار زیبا است و ما ایره میخوایم که از سی بخونیم. این آهنگ زیبا در فریجن سکیل یا مو سکیل راگ بهروی جور شده که هر دوی ریده استفاده شده و هر دوی نی استفاده شده. خب پیش از اینکه ما ادامه بدیم میخوایم که از شما عزیزان بخوایم که اگر میخواین که این کانال سپورت کنین، سپورت مالی بکنین، شما میتونین که ممبرشپ بخرین با قیمت بسیار کم است که فکر کنم 3 ایرو در ماه شما میپردازین که ما بتونیم کمی از مصارف از این کانال از طریق از ممبرشپ پیدا بکنیم. کسانی که امکانات دارین لطفاً این کار بکنین که ما بتونیم دوامدار این برنامه ها را پیش ببریم. خب گفتیم که این آهنگ در فریجن سکیل جور شده یا مو راگ بهروی. خب اگر ما سی بخونیم راگ بهروی ما سکیلش بر روی پرده های هارمونیه چه قم شکل داره؟ ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. اینتروی آهنگ یک کمی متفاوت است. او انتروی که نواختن با هارمونیه زیبا نمیه. ما فکر میکنم که زیادتر اگر ما خود امی ملودی که در آهنگ استفاده شده میره بنوازیم زیباتر از تیمیه که ما او ملودی را بنوازیم. ما میتونیم که انترویش از اینمی سی ماینر کورد شروع کنیم و از پا یعنی میتونیم میره هم انترو هم انترلود استفاده بکنیم. حالا من را یک انگشتی را کار میکنم. پادانی سادا دانی ساره سا. بعد از انترو آهنگ دوباره در می سی ماینر کورد استارت میشه و آستایی از پس شروع میشه. خمر می نماتیجی وی خمر می نماتیجی شرابونه بیگندی شرابونه بیگندی او سقیرتش نده وی سقیرتش ندی خجمونه بیگندی خجمونه بیگندی. امی قسمتش اول ما امرای انگشت کار میکنم، باز قسمت دوم آستایی را کار میکنیم. گفتیم که از پشون میشم. خمر می نماتیجی خمر می نماتیجی شرابونه بیگندی. شما دیدین که اینجا ری شدم استفاده شده. شرابونه بیگندی. قسمت دومش که عین ملودی است که شما سقیرت اشندی عین ملودی است. در قسمت دوم کورد ما تغییر میکنه. یک کورد بیگانه میه در سکیل، یعنی اینمی جی میجر کورد در فریجن سکیل وجود نداره ولی این اینجایی داخل میشه
و از نی شد. پشیمان درت نیام بدگمان رات نشه. پشیمان درت نیام بدگمان رات نشه. جنون تمی دخبری وی جنون تمی خبری زنجیرون بیگانه دی زنجیرون بیگانه دی. خب عالم رو یکن گوشت کار میکنیم. پشیمان درت نیام بدگمان رات نشه. پشیمان درت نیام بدگمان رات نشه. پشیمان درت نیام بدگمان رات نشه. جنون تمی دخبری زنجیرون بیگانه دی. اینمی آستایش از دوستای عزیز. با شما میتونین که انتلودش همون انترو را بنوازین. یعنی چی؟ یعنی که بعد از انتلود آهنگ دوباره سر می سی ماینور استارت میشه و از اینجا انتره شروع میشه. انتره از سه شروع میشه. چیزما دلی و نوچی گو جواب ورسارنشته. چیزما دلی و نوچی گو جواب ورسارنشته. یازیم بدل سوی و یازیم بدل سوی یادرونو بیگانه دی. خب علم را یک انگشت کار میکنیم. چیزما دلی و نو چیغو جواب ورسر نسته. چیزما دلی و نو چیغو جواب ورسر نسته. چیزما دلی و نو چیغو جواب ورسر نسته. یازیم بدل سوی یازیم بدل سوی یاد غرونو بیگانه دی. شما دیدین دوستای عزیز که در قسمت همچنان ریشد استفاده شد. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان و خود وحید جان صابری اگر بشنوه با بزرگواری خودش کاستی های ویدیو رو لطفاً ببخشن. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر است، یعنی که دادره. میریم و در دادره ما را تمرین میکنیم.